چقدر این جسم انسان شگفت انگیزه. یه دوستی داشتم میگفت جهان درون، اقلیم‌های درون. خیلی جذاب و جالبه ها. شما تصور بکنید، من مثال‌هایی میزنم خیلی سریع به اصل موضوع برسیم. مثلا الان یک آلبالو ترش رو، یک لواشک ترش، یک ترشی رو، یک آب لیموی ملس، تصور کن آب دهان راه میفته. آب دهان راه میفته در حالی که اون وجود نداره ها، نیست. یه خاطره ای رو به یاد میاریم. اون خاطره باعث میشه که ما عصبی بشیم، ناراحت بشیم، غمگین بشیم یا شاد بشیم. تمام این خاطرات ما، فکر ما میتونه اثر بخش بر جسم ما باشه و جسم ما هم میتونه اثر بخش بر فکر و ذکر و آنچه که در اندیشه ما هست بشه. خیلی جالبه، این دو به هم مؤثره. یک دانشی در حال شکل گرفتن هست به نام خرد سلولی، فهم سلولی. البته قدیم بوده ها، ما داریم تازه باز دوباره بهش رجوع میکنیم. علمو که میدونید یه مواقعی میاد هر چی که هست و نیست رو تکذیب میکنه، دوباره باز بهش پی میبره. این مبانی ارگانیک یه زمانی مبانی زندگی ما بود، کنار گذاشته شد، مریضی های سراغ ما اومد، سن ما رو کم کرد، جسم ما رو تحلیل برد، مغز ما رو کوچیک کرد، پیری رو بسیار زود آورد به سمت ما. حالا متوجه شدن که آه عجب کار بدی کردیم، ما بریم همون ارگانیک رو باز بریم سراغش. اصلا زندگی ارگانیک رو بیاریم تو زندگی دیجیتال و ترکیبش بکنیم. چون دیجیتال که نمیشه گذاشت کنار، این عصر هوش مصنوعی رو نمیشه گذاشت کنار، اما میشه ترکیبش کرد. جسم ما یک جسم هوشمنده. سلول های ما، همه این اعضای بدن ما اعضای هوشمندی است، به شرطی که ما بهش برسیم. بریم تو این ویدیو ببینیم چه چیزی نهفته است. من مسعود زرین هستم، محقق و پژوهشگر تجربی. افتخار اینو دارم در این پیج در خدمت شما باشم. حتما این پیج رو فالو کنید، به دردتون میخوره. این پست رو برای اون دوستت بفرست که احتمالاً خیلی بهش نیاز داره. حتما از کامنت و لایک فراموش نکن.